من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. هیچ کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز در دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های هزینه اصالت. دومین برنامه هست. یه سری برنامه، حالا نمیدونم تعدادش شاید 10 تا 15 تا حداقل برسه، که با شما خواهم بود در رابطه با اینی که اصالت برای ما چقدر هزینه داره. دیشب هم در کلاب هاوس نزدیک 3 ساعت هر چهارشنبه در کلاب هاوس رادیو ریفرال برنامه داریم، ساعت 9 شب به وقت ایران و 8 و نیم صبح به وقت آمریکا. دیشب هم 3 ساعت از 9 تا 12 شب به وقت کالیفرنیا. برای همین مسئله هزینه اصالت دوستان اومدن شرکت کردن، بیش از 1000 نفر شرکت کردن. اگه دوست دارین از هفته دیگه هم شما کلاب هاوس رادیو ریفرال با 2 تا آر در کلاب هاوس پیگیری بکنید و بعد انشالله هر هفته با من باشید 9 شب به وقت کالیفرنیا و 8 و نیم صبح پنجشنبه به وقت ایران. در ادامه برنامه ها احتمالاً فردا با دکتر مقدسی عزیز هستیم که الان در لایو تشریف دارن. روز شنبه با حمیدرضا موسوی هستیم و دوستان روانشناس من. روز یک شنبه انشالله با امید علایی خواهیم بود از لیدرشپ کوچ و روز دوشنبه هم با خانم کاترین منوچهری از تورنتو خواهیم. استاد قهرمانم الان به ما. سلام. درود بر شما و همه عزیزان هر جای دنیا که هستن. زنده باشید. خب من ببخشید دیر یادم رفت فلایر بفرستم. فلایر خیلی زودتر این چون برنامه بود، تعداد برنامه بود، فلایرش خیلی زودتر آماده شده بود ولی من نفرستادم. اشکالی نداره. به مبنای آخرین صفحات کتاب لذات فلسفه ویل دورانت که میگه که نبوغ برای هیچ کسی در دنیا به اندازه نیچه گرون تموم نشد. ویل دورانت میگه هزینه نبوغ برای نیچه خیلی زیاد بود. نبوغش باعث شد که دیوانه شد. داشتم فکر میکردم چند روز پیش که اصیل بودن، خود بودن، ریا نکردن و در عین حال قدرتمند بودن، خیلی مواقع اصالت باعث قدرت میشه. همیشه باعث شما همه وجود اصیل ما که نقاط به ظاهر منفی نیست، اگرچه اون منفیش هم به ظاهره، چقدر هزینه داره. برای همین تصمیم گرفتم با همه دوستانی که میشناسم یه سری سریال لایف برم. اونا قطعه زنجیره‌ای دارن، ما لایف های زنجیره‌ای داریم. یه سری سریال لایف برم در رابطه با هزینه اصالت و اینکه اصلا از مناظر مختلف چه شکلیه. دیروز با دکتر عارف نظری رفتیم اولین جلسه رو و امروز با شما هستیم. استاد امان الله قهرمان بر اساس آموخته‌هاش، تجربه شخصیش، اوثنتیسیتی یا اصالت رو چی معنا میکنه؟ به چی میگه اصیل؟ به کی میگه اصیل؟ ما اونجوری که لااقل برای من این شکلیه، وقتی من اصیل و اصالت رو میشنوم نمیدونم چرا درکم با آتنتیکی که تو زبان انگلیسی میشنوم یکی نیست. ما تو فارسی میگیم یه اسب اصیل، جینش همون جینیه که همون ژنی بوده که این اسب داشته، یا این سگ اصیلیه، یا مثلا این از یه خانواده اصیلی، حالا که خودمون قابل بحثه. ولی این نحوه دید، من نمیدونم چرا نمیتونم اصیل و برابر آتنتیک، یعنی آتنتیکی که من باش آشنا هستم تو زبان انگلیسی رو نمیتونم برابر اصیلی که ما یا لااقل من باهاش برخورد میکنم تو زبان پارسی یکی بذارم. چی رو دوست داری براش انتخاب کنی؟ ریشه دار، بی پیرایه، بی آلایش،
به قول مولانا از زنگ آلایش جداست. ببین برای نجیب نابل رو به کار میبریم. مثلا نابل سویج اصطلاح ژان ژاک روسوه که اتفاقا من فکر میکنم 2 سال پیش یه لایو هم با همین عنوان با خانم ریتو زینی رفتیم در این عنوان. وحشی نجیب یا وحشی بزرگوار ترجمه کردن. نابل سویج اصطلاح ژان ژاک روسوه که برای کودک انسانی به کار میبریم. اگر کلمه اصیل برای آفنتیک و جنویننس اصالت به دل امان الله قهرمان نمیشینه، چی داره؟ بالاخره برادر دلارا قهرمان هستی دیگه. حتما گنجینه ایداوا دلارا بهترین، یکی از بهترین مترجمای ایران از نظر من کارایی که ازش خوندم همیشه شاهکار بوده. به نظر من شاهکار بوده. بالاخره برادر دلارا قهرمان هستی. اگر که 20% اون حس رسیده باشه که میدونم بیشتر از اینا رسیده، چی دوست داری بگیم در موردش؟ به همون دلیل خیلی چی میگن سختمه، چون برداشتی که از آتنتیک دارم با اصالت درست برابر هم نیست. به سبک ریاضی اینجوری یه خط روش بکشین تقریبا، میدونین چی میگم؟ یعنی مساوی با یه خط روش تقریبا میشه گفت اصالت، ولی اصالت نیست به نظر من. حالا بذارین ببین به نظر میرسید جان بذار چون میشناسیم و دوستانم میشناسن نام ببرم. من یه نمونه اصیل میخوام نام ببرم. دکتر زینی 2 سال پیش، دکتر فرجان زینی 2 سال پیش توی لایف با من گفتش که من که الان 58 سالمه این برنامه ها رو واسه مثلا 20 سال آینده برای یه خانوم در فرهنگ ایرانی نه فرهنگ آمریکایی هم میگن اسم سن خانوم رو گفتش. دوباره پارسال گفت من الان 59 سالم. اون روز من به شوخی تو لایو گفتم میگه خانم دیتاشون خودتون میگین تولدتون مبارک 60 سالتون. چیزی برای پنهان کردن به نظر میرسه تو این هیته ها نداره. یا چندین دفعه گفته که آقا جون ذهن من ذهن اعتیادگراست. من سالها سیگار میکشیدم، سیگار رو گذاشتم کنار، مثلا الان با شیرینی جنبه اعتیادی داره. با اینکه اعتیاد میتونه برای خیلی‌ها کلمه خیلی منفی باشه. دکتر فرجان زینیه من در کامیونیتی ایرانی از نظر ارتباط با غیر ایرانی های سرشناس یکی از کسایی که میشناسم دکتر فرجان زینی. تعداد برنامه انگلیسی که با امریکایی ها و بقیه با خانم دکتر دیدم طولانی مدت 1 سال هفته یه دفعه. پس آدم بیگ نیمیه. آدمیه که اینجور چیزا جزء محرمیات و جزء کانفیدنشیالیتیاش نمیشه. آیا شما این سبک شخصیت رو با اون تصویر ذهنیتون آفنتیک میدونین، اصیل میدونین؟ حالا با آفنتیک میدونین یا نه؟ به مقدار زیادی به همون آتنتیکی که میگم نزدیک هست. یعنی چون منم سعادتی اینو داشتم با دکتر زینی کار حتی بکنم ظرف 30 سال گذشته، یکی از نکته هایی که بوده خیالم راحت بوده که اگر ایشون یه چیزی رو میگه روی دیگه ای نداره اون حرفی که ازش میشنوم. یعنی درو نبوده، همونی بوده که میگفته. حالا چه من خوشم میومده چه خوشم نمیومده، متوجه؟ تکلیفم باهاش روشنه. یه افرادی هستن شما تکلیفت باهاش روشن نیست، نمیدونی قضیه چیه، چطور اتفاق میفته. الان اینو داره میگه ته دلش واقعا همینیه که داره میگه. من این داستان رو با خانم دکتر زینی نداشتم، باهاش راحت بودم این شکلی. این یا چنان به نمایی که هستی یا چنان باش که می نمایی رو پس استاد قهرمان جزو قسمت‌های اولیه آفنتیسیتی یا حالا با تعبیر فعلا پذیرفتیم که اصالت ترجمهش کنیم، اینو جزو اصالت میدونه. آره داریم بهش نزدیک میشیم و یواش یواش میتونیم یواش یواش شاید براش یه لغتی که نزدیک باشه تو فارسی پیدا کنیم. ببین تو مکانیزم‌های دفاعی یه چیزی هست به نام ریاکشن فورمیشن، یا من نمیدونم چرا وارونه سازی ترجمهش کردن، میشه واکنش سازی. حداقلش اون ترجمه‌ای که من خوندم وارونه سازی، ولی تعبیرش به وارونه بوده. یعنی اینکه من از ریخت شما خوشم نمیاد ولی هر وقت که میرسم بهت جوری نشان میدهم
که خوشم میاد. میگن هیت اند لاو رو با هم داره. من دلم میخواد برای ریاکشن فورمیشن عبارت بسیار ساده ریا رو به کار ببرم. آیا نداشتن ریا، بیریا. شاید بعد اسم لایومو به جای هزینه اصالت میذاشتم جسارت اصالت. Dare to be authentic, not cost of the authentic. آیا نداشتن ریا و این ریاکشن فورمیشن رو شما الان داری به من میگی جزء اصالت میدونی؟ خب ببین، اولا چون این چیزو که دیدم، این فلایر رو که دیدم یا این ویدیو رو که دیدم، اولین چیزی که اومد به ذهن من وقتی خوندم هزینه اصالت، پیش خودم گفتم هزینه عدم اصالت. اگر چون شنیدم با خیلی از عزیزانم میخواین صحبت کنید، نظر چیه که ما در مورد هزینه عدم اصالت صحبت کنیم؟ ببینیم ما داریم چقدر بها میپردازیم با خاطر دروغامون، به خاطر درویی هایی که حتی با خودمون داریم. درویی با خودمون داریم، درویی با دیگران جا خودش با خودمون درویی داریم. یعنی بیایم در مورد هزینه عدم اصالت یه ذره صحبت بکنیم. حالا شما با عزیزانم در رابطه با هزینه اصالت صحبت کنیم که یه تصویر کلی در این مورد داشته باشیم. خب من یه مسئله دارم. چرا خواستم در مورد هزینه اصالت صحبت بکنیم؟ برای اینکه دیدم آرش تقوی به معنای یا چنان به نمایی که هستی یا چنان باش که می نمایی، هر وقت جسارت، شاید بیشتر از اون پختگی، از نظر من اصالت نوعی پختگی میخواد، حتی بیشتر از جسارت نوعی درک ضرورت میخواد. شما متوجه بشی که اصیل بودن چقدر برای سلامت روانت، برای حال دلت، برای مخت حتی خوبه. چقدر راحت‌تر تصمیم میگیری، چقدر محکم‌تر تصمیم میگیری، چقدر اپرووال سیکینگ، تایید طلبی، اتنشن سیکینگ، توجه طلبی، پلیزینگ سیکینگ یا مهر طلبی تو میذاری کنار وقتی اصیلی، وقتی خودتی، حداقل خودتی. دیدم که آرش تقوی وقتی اینجوریه خیلی دنیا براش جای آسانیه، راحت نیست. ریا زور مغز منو کم میکنه. ریا زور مغز منو کم میکنه. مغز من خیلی خوب کار میکنه. ولی هر وقت این ریا رو این زور و هزینه ریا کردم، چیز زیادی براش نمیمونه. برای اینکه مثل گازه، نه تنها اونجایی که وجود داره میره، فاصله مولکولای ریا زیاده تا فاصله زیادی از زندگی تو. اینو وقتی که Dark Side of the Light Chasers یا جنبه تاریک راهیان، من میگم راهیان نور، جویندگان نور رو میخوندم که در فارسی ترجمه شده به نام نیمه تاریک وجود، متوجه شدم که اوف، اینایی که داریم نگه میداریم در تاریکی چقدر داره هزینه میبره برای من. آخرش اینه که من میشم اون پیر، چی بود، پیر ترسا بود که سنگ میزدم بهش. آخرش اینه که کیشلوفسکی دیگه بعد از اون همه عظمت و فیلمسازیش، نه به خاطر سنگ زدن، به خاطر نبوغ خودش رفت یه کافی شاپ باز کرد. کیشلوفسکیه، در مورد کی این صحبت میکنه؟ شاید بهترین فیلم های تاریخ سینما رو بشه از کیشلوفسکی دید. ولی توی یه مقطعی، و خیلی اینا دیدم که رها میکنم، مخصوصا تو سن من ببر از میان سالی که در حال بررسی کارنامه‌شون هستن، میخوام ببینن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. آقا میخوای بیای تو جمع آدم بودن تو باید ثابت کنی. اینجا این سوال برام مطرح شد که من چرا ریا میکنم؟ دیدم به خاطر اینکه بزدلم، ترسوام. از چی میترسم؟ از توف و لعنت. از چی میترسم؟ از بی‌اعتباری. از چی میترسم؟ از اینی که این 13,000 تا فالوور بشه مثلا 1000 تا. البته واقعیتش این جزء ترسام نیست، برای اینکه اگه فالوور منه مرسی، حتما تشخیص خودش حتما نباشه. من خوشبختانه توی این قسمت
انقدر فیک این داستان، ارزشش فیکه، فالوورامو دوست دارم باهاشون کاره، ولی ارزشش فیکه. اینی که من انقدر دارم، نه، ارزش دکترامو بیشتر دوست دارم، هرچند اونم فیکه، ولی فیک از نظر اعتبار شخصیتیه. من باید به قول که دوستان میگه نباید دکتر باشی، باید دکتر بشی. این از جنس بیکامینگ، از جنس بینگ. اینا هزینه هاییه که من میدم بابت اینکه اون هزینه ها رو ندم، طرد اجتماعی ندم. مهمتر از همه خودم متوجه نشم چه آدم مزخرفی هستم. این شاید بیشترین هزینه‌ایه که من تو سالها برای ریا دادم. از این نظر دوست دارم، چون شما هم خیلی کار کوچینگ انجام میدید و شاید احتمالا همچین خودشناسی هم داشته باشی، از این منظر دارم میخواد که در مورد هزینه های اصالت صحبت کنیم. آقا ما چرا اصیل نیستیم؟ منظورم از هزینه اینه. آره، من همون هزینه عدم اصالت. هزینه عدم اصالت، دقیقاً هزینه عدم اصالت. اتفاقا این یکی از نکته هایی بود که من بسیار آدم مضطربی بودم زمانی که یوگا رو شروع کردم، بسیار مضطرب. و توی اون مسیر متوجه شدم یکی از دلایلش همون چیزیه که توی طبقه بندی یاما یه بخشش تروتفولنسه. و تروتفولنس هم اونجور با حقیقت بودن از جایی شروع میشه که اول از همه دروغ نگی، دروغ به دیگران نگی و دروغ به خودت. حالا شما فکر کن که 28-9 سالمه، برگشتم زندگیمو دارم نگاه میکنم، میبینم واو این که همش پر دروغه. و اصلا اینقدر به نظر سیاه میاد که اصلا امیدی نیست. ولی میگم باشه، میگن راه اینه، ما میریم. شروع کردم خودم رو در طول روز کچ کنم، بگیرم مچ خودم رو که چقدر دارم دروغ میگم. بعضیاش دروغای بی خودی، یعنی دروغی که اصلا نه اونی که میشنید براش مهم بود من چی بگم، نه منی که میگفتم ولی بازم میگفتم. یعنی از اون کوچیک کوچیکه تا گنده هاش. این یه روند بود که تازه شروع شد، بیشتر از 30 و چند سال پیش شروع شد و هنوزم ادامه داره. هنوزم دارم کچ میکنم، هنوزم دارم پوست میکنم و لایه به لایه ور میدارم. نکته ای که خیلی مهمه اینه، لحظه ای که من دروغ رو نمیگم، حقیقت و واقعیت بر علیه من نیست. اصلا دلیل اضطراب من این بود که تمام زندگی من دور من همش باید انرژی صرف میکردم تا مواظب باشم چی گفتم. اونی که گفتم اگه با واقعیت و حقیقت یکی نبوده، مخصوصا این دوتا رو جدا میکنم، چون این دوتا هم خودش کلی بحث داره. اگر نبوده، حالا من باید انرژی صرف میکردم که اینا رو یه جوری سر جاش بذارم و اون کلی از من انرژی میگرفت و اضطراب من از اون بود، برای اینکه همش ترس اینو داشتم که مبادا گندش در بیاد. زمانی که شما اسم برنی میداف رو شنیدی که این که پانزی اسکیم داشت و اینا، من روزی که شنیدم که اینو گرفتن پیش خودم، من برگشتم به خانومم گفتم من فکر میکنم یه اولی شبیه که خوب خوابیده باشه. ای شما فکر کن 30 و چند سال 40 سال تو یک تقلب رو بسازی، هی هم هر روز گنده تر و گنده تر و گنده ترش کنی. خودت که میدونی که زیرش خالیه. حالا درسته دیگران به قول شما احمقانه نمیفهمن، ولی خودت که میدونی و میدونیم که هر روز اونچه که هست حقیقت و واقعیت بر علیهته و تو هنوز داری دروغه رو گنده ترش میکنی. روزی که گرفتنش گفتم من فکر کنم اون شبیه باشه که راحت خوابیده باشه. برای اینکه یکی از بزرگترین بهاهایی که این دورویه،
این که من به شما یه چیز نشون میدم خودم یه جور دیگه هستم، این وانمود کردنه، این کاش فقط دو رو بود، گاهی اوقات چند رویه. و انرژی که صرف میکنیم، شما قشنگ گفتیم مغزت خوب کار میکنه، برای اینکه دیگه لازم نیست چیزی رو بخوای پریتند کنی، اداشو در بیاری. انگار تمام منابعی که داشته حروم میشده، انگار تمام درزایی که باعث انرژی حروم بشه رو شما داری میبندی، خب میاری همه رو قشنگ فوکسش میکنی. یعنی همین یک قلم کلی انرژی آزاد میکنه. حالا شما فکر کن، ما رفت و آمد میکنیم با آدمایی که زندگی معمولی رو میگم، ما رفت و آمد میکنیم با آدمایی که دوستشون نداریم ولی مجبوریم اداشو در بیاریم که دوستشون داریم. حرفایی رو میزنیم که کاملا از ته دل باهاش موافق نیستیم ولی میگیم. نمیشه که. گنده ترین گل رو برای یه بابایی که مرده میفرستیم ولی میخوایم سر به تن خودش و خانواده‌اش نباشه. داریم اینجوری زندگی میکنیم به جای اینکه نگاه کنیم واقعا اون ته چه خبره. سهراب سپهری وقتی میگه که آنکه در خاطره چوب ببیند باقی، خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود، داره در مورد یه همچون چیزی صحبت میکنه که ما بتونیم با یه همچون ظرافت و صفایی تو زندگی، شاید آتنتیک یه بخشش صفاست، شاید وقتی آدم آتنتیکه صفا پیدا میکنه، یک سرخوشی پیدا میکنه که هیچی دیگه اونو به تو نمیده. یک کتابی هست به فارسی ترجمه شده به نام هنر ظریف بیخیالی. من حالا اسم انگلیسیش رو نمیگم چون اسم انگلیسیش خیلی مؤدبانه نیست. البته یه ترجمه چاپ نشدهش هم تو اینترنت با همون اسمه. دقیقا به همین اشاره میکنه یه جایی که تو باید یاد بگیری انرژی ذهنتو، جسمتو، پولتو و حالا در ترجمه فارسی از کلمه تره خورد کردن استفاده میکنه. میگه که چون نمیتونی واسه همه تره ها رو خورد کنی، باید بدونی کدوم تره های زندگی برات مهمه. اونایی که مهم نیست رو بی خیالش شی. اول توضیح میده که هنر ظریف بی خیالی ساده نات فلان فلان فلان. منظورم این نیست که شما آدم بی خیال و بی فکر و بی خودی بشین. منظورم اینه که حالا 4 تا محدودیتی من میگم: پول، وقت، انرژی و شعور. چون محدودیت داری باید بفهمی کدوم تره های زندگیت خیلی مهم نیست. این صفایی که میگی بخشش این داستان احتیاج داره. دلم میسوزه، آره، با اینکه خیلی آدم اهل دلسوزی به شکل ای وای بیچاره بدبخت رو نگاه کن نیستم، ولی برای مغرورها، برای طماعها و برای حسودها دلم میسوزه. احساس میکنم که محبس خیشتن منم از این حصار خستم. چقدر اینا تو خودشونن مغرورها، کسایی که اروگنتن، غرور دارن، طماعها، کسایی که گرید دارن، و جلس ها، حسودها. این اصلا شبا آروم میخوابه؟ این اصلا میدونه دل خوش سیری چنده؟ چون نمیتونم باهاشون کار بکنم یعنی هر وقت باهاشون کار کردم من هنوز به اون پختگی نرسیدم که کارم به بتونم آرام کار کنم با کسی که مغرور، طماع یا حسوده. هنوز اون تیکه شخصیتم سالم نیست، درگیر میشم. بیشتر که روانشناس باشم ممکنه که تعدیب کننده باشم، چوب دستم بگیرم. واسه همین خیلی کار نمیکنم باهاش. اعصابم فعلا هنوز تو 50 سالگی به بلوغ تحمل غرور و حسد و طمع نرسیدم. ولی واقعا دلم میسوزه. چرت و پرتایی رو گاهی اوقات میگن که
یه عده آدمی که اصلا نمیدونن این داره چی میگه تشویقش هم میکنه، بعد وقتا درگیر اونا. مثلا وقتی در مورد خود بزرگ بینیاشون صحبت میکنن، بزرگ بودن فرق میکنه با خود بزرگ بینی. وقتی در مورد خود بزرگیشون صحبت کنن، بعد میبینن که واو، اینایی که تشویقشون میکنن همونایی هن که تو استادیوم همه عمر نقش تماشاچی رو بازی کردن و بزرگترین حرکتی که در فوتبال انجام میدادن اینی که بوق شیپوری میزدن. مرسی ها، من خودم تمام نوجوانیمو تو استادیوم گذروندم، از لذت تماشاچی بودن میفهمم، ولی هیچ ربطی به ورزشکاره نداره. همونقدر که پام هیچ وقت نشکسته، همونقدر 17 میلیون دلار کسی با هم قرارداد فوتبال هیچ وقت نبسته. واسه همین اینی که داری میگی رو دقیقا فکر میکنم که شاید اگه بدونی برای چه چیزایی نباید حتی هرس بخوری، یعنی اول برج روانت کم بکنی. آره اون صفا، کلمش رو دوست دارم، اون صفا شاید یکی از ویژگی های اوفنتیک باشه. یادم باشه که بعداً یه جایی با هم رفته بودیم، یکی دو هفته پیش، یکی دو نفر اونجا باهات صحبت کنم، من این صفا رو میگرفتم. یکی دو نفر داشتن ادا در میونن، یکی دو نفر اصلا ادا هم در میونن، آدمای کاملا ریجید مزخرف بی صفایی هستین. ولی یکی دو نفر اصلا وقتی تو میومدن میگفتی که ای باد بهاری اومد. یعنی وقتی راحتی با خودت، با نگفتن راحتی، با آره گفتن راحتی، با خودت راحتی، say yes to everything، هرچی، اونجا فکر میکنم اوفنتیک. من شما رو دعوت کردم، خودم حرف زیاد زدم، بگوشم. اختیار دارید. دو تا نکته تو صحبتات بود که من میخوام به هر دوتاش اشاره کنم. یکیش جالبه، هر دوتاش از ذهنم رفت کامل. یه چیزی که به نظر من خیلی اساسیه، یعنی یه بهای خیلی گنده این آتنتیسیتی، اصیل نبودن هست، یک بهای خیلی گنده است و اون اینه که شور و شوق زندگی رو از ما میگیره. زندگی تبدیل به یه چیز تکراری و بورینگ میکنه، حوصلت سر میره ازش و نو بودن رو ازت میگیره وقتی اصیل نیستی. ولی وقتی اصیلی، حالا من دارم یه جوری چیز میکنم، این لغت رو شاید یه جوری جا بندازم برای خودم، ولی وقتی که تو اون آتنتیسیتیت هستی، اتفاقی که میفته روونی، گیر نمیکنی. یادت خواسته تو خیابون یه دفعه تا حالا برقصی، مثلا موقعی که خیلی یوگا کار میکنی؟ رقصیدم، دلم نخواسته رقصیدم. نه نه، یعنی انقدر لیو ویت پشن باشی، انقدر تو اون لحظه. چون سوال بعدی این خواهد بود که من بگو رابطه اون حضور در لحظه، اون بیگینرز مایند بودنه با اصالت چیه؟ من خیلی مواقع وقتی حضور در لحظه میره بالا، بخش اینجا باد اومد، حضور در لحظه میره بالا، این احساس رو دارم. یاد فیلم چیز میافتم، دلم میخواد برقصم، که در ایران بهش گفتن دلم میخواد. اون اتفاقا ما با خانم دکتر زینی یه جلسه تفسیرش هم کردیم، داستانش همین بود، از شوق بودن. آقا اینو چرا نمیرقصن؟ چرا باید برقصین؟ من اینکه هستم. حالا رقص به معنی نمادی از passion، live with passion، با اون شورت زندگی کن. این احساس رو در یوگا داریم؟ نه اونو میگم، اینی که چقدر اصالت با حضور در لحظه ارتباط داره. اصلا این نیستش که به محض اینکه شما تو اون فضا قرار میگیری، این برات خیلی طبیعیه، اتفاق میفته. اونی که شما اشاره کردی، من خیلی قشنگ قبل از اینکه با یوگا آشنا بشم این رو وقتی تجربه میکردم، یادمه که هوا، فکر کنم بهاره، مثلا من 16 یا 17 سالمه، بدنم
سالمه، هیچ جاش درد نمیکنه. یکی از کارهایی که میکردم تو اون هوای قشنگ دویدن بود و پریدن بود. من عاشق این بودم بدوم و بعد بپرم دستمو به چیزای بلند بزنم، هرچی که نمیرسه بدوم بهش. اصلا این کیف میکردم. درست مثل این که من داشتم شکر این بدن سالم رو میکردم که داره با من کار میکنه. اون شور و شوق و قبلش فقط به طور مداوم من تو بچه های زیر 2 سال دیدم. دیدی این تا حالا تجربه کردی؟ بچه کوچولو برای اولین بار برف رو دیده، ساعت 5 صبح 6 صبح میاد توی اتاق خواب داد میزنه مامان برف. یعنی با تمام وجودش خودشو اکسپرس میکنه. این همون بچه‌ایه که اگر از یه چیزی هم عصبانی بشه میتونی کله عروسکه رو بکنه. قدرتش هم خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه اون کنترلایی که بعداً رو لوب فرونتال ما پروگرام میشیم نداره. یهو عصبانی بشه، چنان که من دیدیم بچه موی رو میگیره ول میکنه که نزدیک، اگه ول نکنه موتم میکنه از سره. همه اینا رو که نگاه میکنی آتنتیسیتی توشه، خودشه، هیچی رو اداشو در نمیاره. چون بده، چون اخه، اینا نیست، داره زندگیش میکنه. چقدر وقتا بوده که دلم خواسته برقصم ولی نرقصیدم. چقدر وقتا بوده خواستم جور دیگه ای ابراز کنم نکردم. اینا همون قسمت هاییه که ما نمیخوایم آتنتیک باشیم، چون درست نیست، مصلحت نیست. مرد که گریه نمیکنه. مثل اینکه شما زیاد آمریکا بودی، مردانگی به خطر افتاده. مرد که گریه نمیکنه. من سفر آخرم که ایران رفته بودم سال 2000 متوجه شدم مردم نباید بخنده. آره، سوار هر ماشینی میشدم. شما نماد جنمی. جنم یعنی وقتی بهت نگاه میکنم یه ذره بعد با WC فاصله داشته باشی، یا خودتو خیس میکنی یا سریع میرسونی خودتو به دستشویی. تهوع آوره. یعنی که صادقانه ترین کلمه ای که میتونم واسه این تعریف ها از انسان ببرم اینه که تهوع آوره. دلم میخواد که همونقدر که میتونم یه انگشت به ته حلقم بزنم، گاهی اوقات دلم میخواد یه انگشت به ته روانم بزنم و اینا چون هست تو روانم، من بزرگ شدم باهاش، بزنم بیاد بیرون. میخوام اعتنا بهش نکنم، اما این نوشخوار هی میاد بالا میره پایین، میاد بالا. حالا سوال اینه، به یه چیزی اشاره کردی که به ذهنم نرسیده بود و خوب شد خودت اشاره کردی. من دیوونه نیستم. میدونی که جمله معروف شد دیگه، ما دیوونه نیستیم اما تعدادمون کمه. من خیلی حس تعجب دارم برای چیزای ساده ها. خیلی هم فکر نمی کنم. حالا خیلی بی سواد هستم ولی بی اطلاع نیستم، چون اطلاع داشتم با سواد داشتم فرق میکنه. من اینفورمیشن دارم، گاهی اوقات نمیفهمم چی خوندم ولی خب دارم اینفورمیشن. اگه از آدریان سوال کنی بهت میگه که خیلی مواقع سوالایی میکنه که شما کار زندگی نداری این سوالا رو میکنی. چرا به اسپا میگن اسپا؟ چرا به فرودگاه لس آنجلس میگن LAX؟ ایکسش از کجا اومده؟ و چرا استارباکس این نقش روشه؟ حالا من درگیریام اینجوریه. اون sense of security، sense of احساس تعجب، احساس تعجب داشتن همیشه مخ منو زنده نگه میداره. و همیشه میگم که کنجکاوی شما رو سرزنده نگه میداره و شجاعت شما رو دلزنده نگه میداره. جفت اینا شما رو عاشق میکنه. دیدی بعضی موقع برات میفرستم که خیلی هم تاکید دارم این صبح شما به سرزندگی و دلزندگی. این جمله من برای صبح بخیر خیلی معروفه. نمیگم مثلا صبح شما زندگی، میگم آقا همین یه دونه صبحت. امون جان سلام، این صبح شما به سرزندگی و دلزندگی. سرزندگی یعنی مغزت خوب کار کنه، دلزندگی یعنی
دلت خوب کار بکنه. من اینو با کیوریاسیتی، کنجکاوی زنده نگه میدارم، اینو با کورج، شجاعت، جفتشو با هم جمع میکنم دلم میخواد برقصم. یعنی انقدر نگاه میکنم که چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. این چقدر این بیگینرز مایند بودنه، این ذهن آغازگر داشتن، این اینجوری به دنیا نگاه کردنه، چقدر به نظرت به عنوان مربی معنوی، مربی یوگا، اصلا یه آدم چقدر در اون، چقدر میتونه ما رو به ما نشون بده که کی هستیم، چقدر اصیلیم، چقدر تولید اصالت کنه، چون آگاهی از اصالت هم مهمه. اصلا بیگینرز مایند اتفاق نمیفته برای کسی که با خودش آتنتیک نیست. یعنی راه بیگینرز مایند، رسیدن به اون ذهنیت بیگینرزی که تو ذهن مطرح میشه، اصلا از طریق آتنتیسیتیه. اون جمله معروفی که طرف در مورد حقیقت میپرسید، بعد استاد میگه که غذا تو خوردی، میگه آره، میگه حالا ظرفتو بشور. کاملا authentic action that he needs to do. من وقتی هنوز یه چیزایی کامل نیست تو زندگی، میخوام برم سراغ یه چیز دیگه، هیچ جاش نخواهم بود. authenticity وجود نداره. گفتم خیلی از ماها متاسفانه به خاطر درویایی که با خودمون یا دیگران داشتیم، عملا یک تصویر قشنگی نیست، ولی این شکلیه. مثل این میمونه که تمام اون پرونده های گذشته که هنوز کامل نیست، خودم و یا دیگران رو نبخشیدم، مثل جسدهای مرده‌ای که به همدیگه وصله، به کمر من، به پای من، به دستم، به گردنم، اینا رو دارم با خودم میکشم و اینا آدم رو سنگین میکنه. اینا ذهن و احساس و حتی بدن رو پیر میکنه قبل از وقتی که ما پیر شده باشیم. اینا اون چیزا و بوی گند میده. بوی گندش هم خودمون رو داره خفه میکنه و هی داریم صرف انرژی میکنیم که بوی گندش نه خودمون بشنویم نه دیگران. متاسفانه هم اینجا همینجوری نوشته، همه از بیرون میبینن، بعدم فکر میکنیم که خوب این دفعه هم خوب آبروداری کرد. شما یه اشاره به اون گدرینگی که داشتیم کردین. میخوام یه نکته رو بگم. یکی از کیفیت‌هایی که تو اون گدرینگ بود، تعداد زیادی از آدمای سرزنده، دلزنده با هم یه جا بودن. شما از این جمعا کم میبینید. امیدوارم این اتفاق برای همه بیفته که ما از اینا بیشتر تجربه کنیم، همه جای زندگیمون. چون واقعا یک لحظه با اون آتنتیسیتی زندگی کردن، به یه عمر با دروی زندگی کردن، اصلا ارزشش فوق‌العاده است. اونا وقتاییه که وقت یه همچون تجربه، حالا خودت درست میکنی، بعد میری میبینی 4 نفر دیگه هم دارن اونجوری زندگی میکنن. یه اصطلاحی سرخپوستا دارن میگن this is a good day to die. اون روز خوبیه برای مردن، برای اینکه واقعا حس میکنی هم خودم دارم زندگیش میکنم، هم میبینم 4 نفر دیگه هم دارن زندگیش میکنم. بذار یه سوال فرعی ولی اصیل بکنم. دلارا چرا کتاب 4 میثاقو ترجمه کرد؟ چرا؟ آره. I don't know. باید از خودش بپرسید. چون کتابیه که میدونم دلارا قهرمان مترجمه، اینو متوجه میشم، ولی کاراش کاراییه که وقتی خودش رو میشناسی متوجه میشه رد پای خودش تو این ترجمه هاست. اگه اونجوری منظورته،
ایشون کتابی که خودش خوشش نیاد و خودش روش تاثیر نذاره ترجمه نمیکنه. برای همین گفتم یه سوال در مورد اصالت میخوام بکنم. آره ایشون نه، چون فقط یک کتاب گفتی، ولی وقتی من نگاه میکنم تمام کتاب در مورد هر کدومش صحبت کرد. اگه خوشش نیاد غیر ممکنه. خیلی مورد بوده که آدما گفتن ما حاضریم پول بدیم بهت اینو برای ما تجربه کنیم، باید بخونم ببینم دلم میخواد یا نه. جوابش این بود. اینو گفتم برای اینکه هنرپیشه ها، مترجم ها خودشون میتونن یه استایل باشن. مثال فارغ از اینکه کارگردان کیه، من سلیقه های شخصیمو میگم. حالا دوستان البته دوستان نظرم بدن، هر کی حق داره سلیقه شخصی خودش داشته باشه. من فیلمی که نیکی کریمی بازی میکنه رو میرم میبینم، با اینکه اتفاقا بازیگری نیکی کریمی خیلی به دلم نمیشینه، خیلی به نظر من بازیگرش در فن بازیگری خیلی بالا نیست، اما خیلی با مطالعه فیلم انتخاب میکنه. من فیلمی که جک نیکلسون بازی کنه رو میرم میبینم. میدونی چی میگم؟ یعنی من یه تریس میبینم، یه رد پا میبینم. من کتابی که دلارا قهرمان ترجمه کنه رو میخونم. اصالت رو دارم میگم که ما مخلص شماییم ولی نوکر شما نیستیم. مخلص به این معنی که ارادت نوکر یعنی این که هم بفهمید ما به قول این آقای رفته بود مترجم با رئیس جمهور ایران رفته بود روسیه، آقای رئیسی گفته بود که ما در خدمتیم به فارسی، یعنی اینکه بفهمین جلسه رو شروع کنیم. مترجم ترجمه که I am at your service. I am at your service یعنی که من نوکر شما، که اصلا کلی انتقاد شد که آقا تو هنوز متوجه میشی وقتی رئیس جمهوری مملکت به رئیس جمهور دیگه میگه ما در خدمتیم، یعنی بریم جلسه رو شروع کنیم. آقا من هستم، یه جلسه رو شروع کنیم. نه اینکه میگه I am at your service. at your service یعنی من گارسون شما. این رد پاهای اصالت رو اشکالی نمیبینم اگر دو نفر در همون حد باشن یکیشون برگرده بگه I am at your service. چی شده؟ باقی تو دنیا خواهد افتاد اگر رهبرای دنیا being at service of others دقیقا در خدمت باشن، چه اتفاقی میفته؟ خدایی نکرده دنیا چی میشه بهش؟ این اون چیزیه که اتفاقا کاش اتفاق بیفته. آلن واتس میشنوی صدای اینا همه رو داری؟ بله. آلن واتس یه صحبتی همون در 60s داره در مورد خنده. میگه آقا جون اگر رهبرای دنیا در روز 2 تا 20 دقیقه بخندن، دنیا اینی که هست نخواهد. برای اینکه اولا شما بخندی باید از احساس اهمیت و مهم بودن خودت بیای پایین. رهبر واقعی انسانیه که میتونه در خدمت دیگران باشه. حالا اگر مترجمه اشتباه کرده یا اون آقا گفته هرچی، ولی چه سعادتیه که ما بتونیم در خدمت دیگران باشیم. الان همین صحبتی که من و شما میکنیم در اینی که بسیارم چه میگن سلفیشه، برای چون من کیف میکنم از این وقتی که با شما میذارم، اوکی؟ چون کیف میکنم و دوست دارم این کارو میکنم. ولی اگر این حرفای ما یه ذره یه تاثیر مثبت برای عزیزان داشته باشه، تونستیم در خدمت دیگری باشیم. چه اشکالی داره که ما در خدمت دیگران باشیم؟ چه اشکالی داره که رهبرامون رو بر اساس میل به خدمتشون انتخاب بکنیم؟ اصلا تو سبک میدونی که من اومدم آمریکا، یکی از اولین درسایی که میدادم لیدرشپ تو دانشگاه. یکی از انواع لیدرشپ سرونت لیدرشپ، رهبریت. به قول امید علایی میگه که لیدرشپ با رهبریت ترجمه کنه. رهبریت خدمتگزاری، رهبری که نوع رهبریش بر اساس سرویس دادن به بقیه است، که اتفاقا در سازمان‌های بزرگ این اتفاق میفته. برای اینکه
کاریزما کار دست آدمو میده. کاریزما رو داریم ما، نه اینکه کاریزما رو نداشته باشیم. من لباس پوشیدن بیل گیتس رو دوست دارم. لباسی نیست که اگه آدمی آدمو نشناسه فکر کنه که این جزء 5 تای اول ثروتمند دنیاست. برای همین بعداً متوجه شدم که ما با افتخار حمالیم. جمله خوبیه، قابل افتخاره. هر کسی افتخار درونن حمال بودن، نه حمال منظورم کسی که حاضر کارهای رد پایین انجام بده، با افتخارش خیلی مهمه. یعنی اینکه هر کی که تو فکر کنی من انقدر بزرگم در وسعت که هر کی رو که فکر کنی میتونم در آغوش بگیرم، نه انقدر بزرگم که هر کی رد میشه میخوره به در دیوار من. اونجا سفتم، بزرگ نیستم. به قول پشه میگه که تو چرا انقدر سفتی، من اونجا سفتم، اونجا بزرگ نیستم. انقدر وسیعم که هر چیزی رو میتونم در آغوش بگیرم. بنابراین میتونم از سطوح پایین تا سطوح بالای زندگی رو با افتخار تجربه کنم. خیلی همیشه دعا میکنم که افراد سطوح پایین زندگی رو اول با اجبار، بعد با لذت و بعد با افتخار تجربه کنن. خیلی به شعورشون کمک میکنه. من یاد شاهزاده و گدای مارک توین میندازه. توی اون داستان شاهزاده و گدا کسی که شعور افزا شد شاهزاده بود، نه گدا. یعنی اونی که متوجه شد آهان همین داستان سیزارتاست دیگه، بیا بیرون، بشکن بیا پایین، ما در خدمت. من فکر میکنم لغتی که برای من بیشتر از همه نزدیک برای آتنتیک و آتنتیسیتی خلوصه. و خلوص از این دید که شما قاطی، طرف اگه قاطی هم داره قاطیاش جلوی هر قسمت رو نگرفته. یعنی فرض بگیرین طلاشو از شبه طلا جدا کرده، میدونه این شبه طلاست، میدونه این طلاست، این نقره است، این مسه، و اینا رو به مقدارش هم آگاهه. اینطوری نیستش که خودش فکر میکنه یه چیزی نقص داره. شخص به یه خلوصی رسیده، یه خلوصی داره که شما یه همچون جدایی قاطی نداره. نه اینکه چیزای دیگه نداره، اونا هست ولی قاطی نیست، به یه خلوصی تو خودش هست. چون اصیل وقتی که بهش فکر میکنیم اینه که انگار یعنی این یه اسب اصیله، این یه سگ اصیله، در صورتی که هر جنریشنی اصیل نتیجه اون دوتای قبلیه. چون عین اون نتیجه اون دوتا شده این. ولی اگر این خیلی چیزاش عوض شده با 6 جنریشن 10 جنریشن پشتش، اونجا میگن این اصیل نیست، این مات مثلا MOTه، یعنی قاطی داره. به هر حال خلوص به نظر من بیشترین چیزه. به روایت مولانا برای خلوص من همون بی آلایش رو، بی زنگار رو میگه که ببین تو هرچی داری خودت میتونی ببینی، اگه نمیتونی ببینی به خاطر اینکه آینت زنگ زده است. آینت رو برو زنگاشو پاک کن، بعد نور ببین. حالا مولانا میگه نور خدا. بعد میگه این زنگه رو چجوری باید پاک کنی؟ با پشنت، با شوقت. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. این حقیقت را شنو از جان و دل، تا برون آیی به کلی زاب و گل. فهم اگر داری جان را له دهی، بعد از آن از شوق پا در ره نهی.
یعنی من اینجا برای همین معتقدم که حالا به قول شما آدمی که خلوص داره، به قول من بی آلایش بی زنگاره، یکی از علامتاش اینه live with passion، با شوق زندگی میکنه، نه به خاطر اینکه همه چیز لذت بخشه، برای اینکه همه چیز درسته. این دوتا مسئله متفاوته. هر چی که هست درسته چون هست. درست به معنی say yes to everything، به همه چیز بگو اوکی هستی. ولی خیلی مواقع لذت بخش نیست. لذت یکی از فاکتورهای زندگیه. وقتی اینجوری اصیلی و حتی وقتی با بی‌اصالتی خودت اصیلی، این یه اصالت خاصی میخواد که آدم بفهمه چقدر بیشوره، چقدر نادانه، چقدر نفهم. یه اصالت خاصی میخواد، یه بیهوشی خاصی میخواد تا متوجه بشه که هوشش چقدر کشکیه. محرم این هوش جز بیهوش نیست. باید قش کنی تا اونو بفهمی. مرد زبان رو مشتری جز گوش نیست. با شما هست. میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی بصر. ما تو اون حیرانیه که میتونیم اون وقت خودمون رو زندگی کنیم و شوقمون رو زندگی کنیم. به هر حال بیشترین چیزی که من توی این میبینم، ای کاش هر کدوممون ببینیم چقدر تا الان تو زندگیمون بها پرداختیم به خاطر عدم خلوصمون، چه با خودمون خالص نبودیم چه با دیگران، و چه جور شوق و ذوق به زندگی رو از ما گرفته. یه زمانی چقدر فرهنگ و ببین همین چی ریشه‌هاش در فرهنگ و ژنتیکه دیگه. این دوتا قسمتیه که همه چیز ریشه داری تو این دوتا داره که جفت اینا هم داره در کودکی خودش نشون میده. به همین دلیل همه چیز ریشه در کودکی داره. چقدر باورهای فرهنگی رو بذار اینجوری ببینم. من خیلی مواقع وقتی میخوام اصیل باشم از طرد میترسم. چرا؟ فکر میکنم که اصالتم در تقابل با پذیرش اجتماعی. من یه دوستی دارم اینجا، یه خانمی حدود 60 ساله. یکی از افتخارات ایشون، ایرانیه، یکی از افتخارات ایشون اینه که فرزند من گیه و من یک عروسی خیلی خوب براش گرفتم. یه عروسی خیلی خوب براش گرفتم و خیلی میخنده وقتی اینو میگه. اینقدر این مسئله رو اصیل بیان میکنه، اینقدر راحت بیان میکنه که من حتی فکر کردم اگه من از این آدم سوال کنم که تعجب نکردی روزی که پسرت بهت گفت من گیم، من احتمالاً سوال احمقانه ای کردم، برای اینکه این آدم اینقدر این قضیه رو داره say yes to everything میگه که افتخارش اینه که اگه جامعه میخواست روبروی این وایسه ولو جامعه امریکا، آقا من با افتخار براش عروسی خوبم گرفتم. خیلی دل گنده میخواد اصیل بودن. چقدر فکر میکنی که فشار اجتماعی، ترس از ترد، ترس از تنهایی، ترس از توف و لعنت شدن، اولا چقدر فکر میکنی ترس واقعیه؟ چون من میترسیدم، بعدا متوجه شدم که من از ترسیدن میترسم. من fear of feeling fear دارم، نه fear. من از این میترسم که در موقعیتی قرار بگیرم که تو موقعیت بترسم. fear of feeling fear دارم، نه fear of، نه خود fear رو. یعنی خیلی مواقع وقتی سرکشی کردم دیدم که چقدر جالبه. اولا آدما من اونقدر که فکر میکردم مثلا آدم حساب نمیکنن که بخوام واکنش نشون بدن یا ندن. این جمله چرچیل اونجا به دلم خیلی نشست که گفت وقتی 20 سالم بود خیلی برام مهم بود که مردم در مورد من چی فکر میکنن. وقتی 40 سالم بود بالغ شدم دیگه برام مهم نبود مردم در موردم چی فکر میکنن. موقعی که 60 سالم شد متوجه شدم اصلا مردم در مورد من فکر نمیکنن. هر وقت که سرکشی کردم متوجه شدم که ای بابا من خودم خیلی جدی گرفتم، اصلا آدم براشون مهم نیست. 4 نفر. 2 اونایی هم که مهمن یا میبرن میرن یا سازگار میشن. در هر دو حالت
اگه عاقل باشن میرن دنبال زندگی خودشون، اگرم عاقل نباشن، من نباشم، میرن یه سرکش دیگه رو پیدا میکنن، یا مخالفت میکنن یا موافقت میکنن. آدمی که روال زندگی جنگه مجبور همیشه یا مخالف باشه یا موافق باشه. این خیلی بهم کمک کرد، اینی که متوجه بشم اونقدر که خودم فکر میکنم در دنیا مهم نیستم، خیلی اون تصویر منو برای خودم آماده کرد که شاید اصیل‌تر باشم. چقدر این فرهنگ به خصوص در خاورمیانه که ما حتما لپمون رو با سیلی محکم هم سرخ نگه می‌داریم که شبیه سیب سرخ باشه تا لپ سرخ، چقدر فکر می‌کنی اینجا ما رو ترغیب میکنه به ریا، به دروغ، آبرو. البته اینجا هم بهش میگن کیپینگ فیس، یعنی آبروتو نگه دار، خودتو خوشنما. ولی خب به نظرم کیپینگ فیس یه ذره با آبرو داری یه ذره رقیق‌تره، آبرو خیلی دیگه غلیظه. به عنوان سوال آخر، چقدر فکر می‌کنی که فرهنگ میتونه در ترغیب ما به ترس از اصالت تشویق کنه ما رو که از اصیل بودن به خصوص در قسمت‌های منفی بترسیم؟ من فکر میکنم زیاد ما از دوران افلاطون و سقراط یا از دوران مولانا زیاد تغییری کرده باشیم از نظر استراکچرهای اجتماعی. یعنی اونا هم همون موقع این صحبت ها رو میکردن و همون موقعش برای مولانا کار عجیبی بود اگر در بازار مسگرا برقصه. و الانم همین الانم اگر یه کارایی ما بخوایم بکنیم که یعنی فکر نمی کنم از نظر استراکچر ساختار اجتماعی، حداقل شرقی ها که فکر میکنم همه جا، یعنی چین و کره و ژاپن و این طرف میدل ایست و اینا، زیاد ساختارمون با همون 2000 سال پیش هم خیلی فرقی نکرده. یعنی هنوز اون بندها هست و هنوز هم کسایی هستن که میخوان از اون بندها آزاد بشن. چنانکه مولانا میاد میگه چی؟ میگه آمدم به بزم شهر شور و طرب به پا کنم، چون طرب است کار من کار دگر چرا کنم. این همون آدمیه که قبلا بالای منبر داشت حدیث میخوند. عین همینو ما توی زن مسترها میبینیم، عین همینو توی یک سری از فیلاسوفرهای استوئیک میبینیم. ما همه رد پاشو میبینیم. یعنی این نیستش که فرهنگ اصیل بودن نبوده، منتها اصیل بودن جرأت به قول شما لازم داره. خالص خلوص داشتن و اون چه که واقعا در درونت، درون و بیرونت با هم یکی باشه، جرأت لازم داره. خب شاید اینم به همون دلیل ما زیاد جا پاشو ندیدیم، ولی هستش. یعنی همون قانون پریدو 20/80. اگر تو موفقیت آدمای موفق رو نگاه کنی، معمولا 20% کسایی که 80% تولیدی که شما در یک جامعه میبینی مال 20% اون جامعه است. 80% دیگه اون 20% حداقل رو دارن تولید میکنن. بله، تو در خاورمیانه این در مورد همه چیز هست. 80% دزدی‌ها رو فقط 20% انجام میدن. البته مال ما که وضع اون بهتره، 2% انجام میدن. 80% لذت دنیا رو فقط 20% میبرن. این پارتو قانونش. حالا دوستان اگه دوست داشتین کتاب تیپینگ پوینت رو بخونیم، فکر میکنم توی فارسی ترجمه شده نقطه عطف. البته نقطه عطف معنی نمیده، نقطه سرشکن معنی میده. تیپینگ پوینت یعنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اون لحظه ای که دریا میشه بهش میگن تیپینگ پوینت. تیپ میزنه، یه دفعه نشون میده چجوری کارهای کوچیک باعث تغییرات بزرگ میشه. اونجا اندکی اشاره میشه به مسئله همین قانون پارتو که 20/80 داده. مرسی از اینی که دعوت منو پذیرفتیم. مثل همیشه از صحبت کردن با شما بسیار لذت بردم، بسیار آموختم، بیشتر از همه بسیار خود افشاگری کردم. شما کوچ بسیار خوبی هستین، آدم سیکرت لایفی مثل منو وامی دارین که به قول شهر قصه میگفتش که چی میگفت؟ ببین چقدر اونجا
گرونی بوده که واحد گرونی عباسی بوده، سکه عباسی بود. میگفت چی؟ نون چرکی دو عباسی، نون چرکی دو عباسی، ماست کیلویی 3 عباسی، پنیر کیلو 4 عباسی، آدم مفلس رو چمن وامی داره به رقاصی. رقاصی. رقاصی خدا بیامرزه. بیژن مفید در مورد شهر قصه یه جمله قشنگ خودش گفت من یک تئاتری ساختم، یک سناریویی ساختم که هیچ حکومتی با این نمیتونه سازگار بشه. قبل از انقلاب که اصلا در تئاتر کلمه اموسام هست کلمه اموسام هست. بعد انقلاب که یکی از شخصیت‌های اون تئاتر هستن اون ویژگی‌ها رو داره. خلاصه ما هر وقت که با شما صحبت میکنیم شما ما رو وامی داری به خود افشاگری و برون ریختن. جلسه تراپی مجانی میگیم. این ندارد آخر از آغاز گو، رو تمام آن حکایت بازگو. حال شاه و میهمان برگو تمام، زان که پایانی ندارد این کلام. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. مرسی از شما، مرسی از همه دوستان. خدا حافظ.